خب دوستان عزیز، فیلم سوم رو در خدمتتون هستم. رسیدیم به این قسمت. بله، من نکته‌ای در اینجا نمی‌بینم دیگه. الان در سطح آتسفای من در این در بین کار توصیه هایم خدمتتون میدم. به هیچ عنوان نرید مثلا واژه‌نامه رو باز نکنید ببینید گلایش ببینم چند تا معنی داره. بچه‌ها کسی از شما نمیخواد این رو. خب در واقع این همون چی میگن، چیز زرگریه. یعنی که وقتی میگم نرید، چون گلایش رو هرچی معنی خوب داشته باشه در سطح آتسفای شما خب میخونید. اگه میخواید معنی دیگه رو یاد بگیرید در سطح B1. خیلی خوب. Susanne und Kurt brauchen ein Au-pair-Mädchen weil sie viel arbeiten. چون خیلی کار میکنن. دقت کنید وقتی while رو در اینجا آورده به معنای چون، سوسانه و کورت brauchen نیاز دارن یک کلفت. حالا من اسمش رو گذاشتم کلفت که نیست در واقع. یک اواپیمتشن نیاز دارن. کما، این کمای بسیار بسیار مهمه. وایل، چون بعد از وایل کننده کار رو، یعنی زی یا مبتدا یا بالاخره فاعل رو آورده. هر چیزی ممکنه باشه، اگر اسکیپت یعنی وجود داشتن باشه اسم میاد. اسکیپ کننده کار نیست که، ولی بالاخره اول میاد. بعد فعل میره آخر. دیدید رفت آخر. خیلی خوب. مثلا ich kann nicht heute kommen, weil ich sehr müde bin. bin رفت آخر جمله. خیلی خوب. Warum bekommt Maria das Wohnzimmer؟ برای چی ماریا یعنی دختره در واقع اتاق نشیمن رو میگیره؟ weil، ببین سواله درسته ولی جوابش با weil اومد، ولی بعد از علامت سوالم و بزرگ نوشته شد. weil es ist، در واقع اون هست، das einzige تنها Freizimmer، اتاق خالی. تنها اتاق خالی. ببین با موس من حرکات موسم رو دقت کنید، ببینید هی داره جابجا میشه. نمیتونیم خطی ترجمه کنیم. اینا رو میگم که در واقع فن ترجمه‌تون هم خوب بشه. میگه was denkt Maria؟ ماریا چی فکر میکنه؟ warum ist sie bei einer deutschen Familie؟ برای چی او الان پیش این خانواده با بای میاد؟ اگه پیش شخصی هستید اونم با بای میاد. ich bin bei Mori. اگه پیش دکتر هستید اونم با بای میاد. ich bin beim Arzt. اگه در یک فیرما کار میکنید اونم میشه چی؟ Ich arbeite bei dieser Firma. اگر میخواید بگید بیمه، شرکت بیمه، همه شرکت ها میشه بای. الان میبینید چقدر معنی بای رو گفتم. سراغ واژه‌نامه پس نرید. خب schreiben Sie، یادداشت کنید، بنویسید. یادداشت کردن میشه notieren. خب notieren اینا که میگم، ببینید مثلا من میگم آقا نرید سراغ گلایش، بعد خودم چیزای اضافی دیگه ای میدم چون میدونم چی در این سطح به دردتون میخوره. schreiben نوشتم. aufschreiben یادداشت کردن. notieren یادداشت کردن. notizen machen یادداشت برداری کردن. festhalten یادداشت کردن و ثبت کردن و نوشتن. دقت کردید؟ حالا این نوشتن با خودکار داریم می‌نویسید. angeben هم یعنی نوشتن، منتها نوشتنه که شما یه دکمه رو میزنی و یه فلان کدی وارد میشه. دقت کردید؟ مثلا آقایی که میخواید پول بکشید بیرون میشه angeben. که بذار یه کد ان. ich habe Freunde in Deutschland. من دوستانی در آلمان دارم. گفتم دوستانی. دوستانی که عربی بدونن خیلی خوبه، براشون آسون میشه چون نکره من گفتم اینجا. اگر بدونید نکره چیه خیلی عالیه. من گفتم دوستانی. کدوم دوستان؟ مشخص نیست که، چون آرتیکل نیست من گفتم دوستانی. دقت کردید؟ نامشخصه. Ich finde Deutschland interessant. این finde به معنی پیدا کردن نیست. به نظر من هست. به نظر من آلمان جالبه. Ich koche gern. من آشپزی رو دوست دارم. دوست دارم آشپزی کنم. Ich spiele gern mit Kindern. من دوست دارم با بچه‌ها بازی کنم. Weil ich Freunde in Deutschland habe. آها، این جملات باید با while بنویسید دیگه. وظیفه شماست. فعل بنویسید آخر. Nach einer Geschäftsreise. بعد از یک سفر کاری. Hören Sie und variieren Sie. گوش کنید و تغییر بدید. Warum bist du denn so müde؟ برای چی تو اینقدر خسته هستی؟ این دنه چی آقا؟ اسمش پارتیکل هست. آقا فرقش پارتیکل چیه؟ آرتیکل که همون دیداسه. این اگر، اما، مگر، نه، تنها، تمام اینا پارتیکلن. حالا چند تاش الان من گفتم. فکر کنم بعد از فیلم B1 در صفحه یوتیوب دو ایران شما میتونید پارتیکل ها رو در 10 یا 15 تا فیلم در واقع اونجا ببینید. خب میگه برای چی تو اینقدر یا خیلی خسته ای؟ میگه weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. چون من تمام شب رو نخوابیدم. weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. ببین habe رفت آخر. Nacht die ganze Nacht یعنی تمام شب. تمام روز میشه den ganzen Tag. glücklich خوشحال. Du holst mich ab. تو میای منو glücklich تو میای منو میبری. دمت گرم.
یعنی با ماشین. Du holst mich ab abholen یعنی رفتن آوردن. پس که اسم که میارید حواستون جمع باشه آکوزاتیوه. اگه مادر باشه آرتیکلش به شکل آکوزاتیوی عوض میشه. اگه پسرتون باشه میشه دنزون. اگه خواهرتون باشه میشه meine Schwester. اینا رو بدونید دیگه. تبدیل اینا رو دیگه در سطح آسفای باید بدونید دیگه. خیلیش خوشحاله. Ich habe einen Freund getroffen. من یه دوستی رو ملاقات کردم. یه دوستی رو دیدم. تخفن هست. بالاش بنویسید تخفن. دقت کنید که مفعولش چیه؟ آکوزاتیوه. traurig ناراحت. Ich kann heute Abend nicht mit dir essen gehen. بچه فعل ما اینجا چیه؟ بگید. essen gehen یعنی رفتن که غذا بخور. schwimmen gehen. essen gehen. einkaufen gehen. اینا رو بدونید. من نمیتونم امروز با تو mit dir essen gehen بریم غذا بخوریم. نمیتونم با تو برم غذا بخورم. mit داتیو سازه حرف اضافه است. بعدش چی اومده؟ دیگه اومده. دیگه دیش نیومده. دقت کردید؟ sauer دلخور. پایینش بنویسید sauer sein auf ich bin sauer نگید sauer sauer auf dich من از تو دلخورم. زیر sauer که نوشتید بنویسید wütend یعنی من از تو چیم؟ عصبانیم، کفریم. ich möchte morgen nicht arbeiten من فردا نمیخوام کار بکنم. morgen یعنی چی؟ فردا. پایینش بنویسید morgen دوباره با ام بزرگ یعنی صبح. دوباره زیرش بنویسید morgen früh یعنی صبح اول صبح. دوباره زیرش بنویسید مورگن با ام کوچیک ولی یه اس هم آخرش بذارید. مورگنس یعنی چی؟ یعنی صبحها. صبحها غیره. Ich habe جای خالی geschlafen weil ich geschlafen habe. اینا رو دیگه شما پر کنید. بالا من ترجمه کردم. Helfen Sie Clara. به کلارا کمک کنید. Finden Sie möglichst viele Ausreden mit weil. میگه که حرفها، گفته ها یا اظهاراتی رو möglichst viele تا اونجا که میشه حرفا اظهارات زیادی رو پیدا بکنید با while. بابا یعنی شما یه دلیل بیارید. منظورش اینه. خب منظورش این است. زیر Ausrede بنویسید در واقع بهانه و عذر. اینجا منظورش بهانه و عذره. تا میتونید بگید weil ich مثلا krank bin, weil ich heute مثلا zur Schule gehen möchte, weil ich mir مثلا einen Film anschauen möchte, weil ich heute bei unbedingt حتما unbedingt bei meiner Mutter bleiben muss. نه بهانه است. عذر بهانه است. خب Sie haben 5 Minuten Zeit. شما 5 دقیقه وقت دارید. Clara, ich habe gestern 2 Stunden auf dich gewartet. من دیروز 2 ساعت منتظرت شدم. چی منتظرت شدم؟ مگه وارتن نمیشد منتظر بودن؟ بله. Ich warte hier auf dich. اینجا منتظرت میمونم. شد منتظر موندن، منتظر بودن، منتظر شدن. میبینید این انعطاف رو باعث شما در ترجمهتون داشته باشید. Warum bist du nicht gekommen؟ برای چی نیومدی؟ میگه که weil mein Hund krank war. چون سگم مریض بود. دیگه بهونه‌های بعدیش هم عذرهای بعدی یا حرفا و گفته‌های بعدیش هم شما بنویسید. Ich bin schon um 3 Uhr aufgestanden. من ساعت 3 بیدار شده ام. Lesen Sie بخونید markieren Sie die Perfektformen و حالت پرفکت یا پارتیسیپ پرفکت یا گذشته سادهش رو مارکیرن کنید. علامت گذاری کنید یا علامت بزنید. اینجوری مارکیرن کرده. اون ergänzen Sie و تکمیل کنید. من فقط ترجمه میکنم دیگه تکمیل کردنش با شماست. البته نکاتش رو بهتون میگم. sehen دیدن. ankommen یعنی رسیدن. abholen رفتن و آوردن. abgeholt. aufstehen aufgestanden. بعد با sein گذشته میشه. ببین دو قسمتیه. einschlafen یعنی چی؟ به خواب رفتن. خوابیدن نیست به خواب رفتن. همچنین که من میگم این کاری که من میگم انجام بدید. آروم چشاتون رو ببندید. سرتون یهو کج میشه یهو میخوابید. این میشه einschlafen. خیلی خوب. بعد با habe گذشته میشه. sehen با habe گذشته میشه. Ich habe gesehen. Ich bin angekommen. Ich habe abgeholt. Ich bin aufgestanden. Ich habe eingeschlafen. Hallo Karin. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. ما همدیگه مدت زیادی ندیدیم. دیگه ندیدیم. mehr میشه دیگه. schon so lange مدت زیادیه. Das letzte Mal war 2 Jahren. آخرین بار 2 سال بود. یعنی منظور 2 سال پیش بود. Vor 2 Jahren. 2 سال پیش بود. Jetzt bin ich endlich da. الان بالاخره اینجام. یعنی الان بالاخره اومدم. الان بالاخره رسیدم. الان بالاخره اینجا هستم. Das war فعل ما بچه اینجا دازاین هستش. یعنی اینجا بودن. Das war eine lange Reise. یک سفر طولانی بود. این یک سفر طولانی بود. Nach 6 Stunden Flug bin ich in München angekommen. بعد از 16 ساعت پرواز
من اندلیش داره، نه، من به مونیخ رسیدم. بچه‌ها 4 ثانیه بیشتر نداریم، شما رو به خداوند